این بسیار خطرناک است، تکان دهنده است. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود به دروازه جهنم استاد شدم، فرأیت اکثر اهلها النساء، دیدم که اکثر اهل جهنم زنان هستند. من و تو دوست داریم که مادر ما بسوزه؟ من و تو دوست داریم که دختر ما بسوزه، خواهر ما بسوزه؟ چرا توجه نمی کنیم؟ چرا دل ما به حال خواهر ما نمی سوزد؟ چرا قلب ما به حال مادر ما نمی سوزد؟ چرا قلب ما به حال دختر ما نمی سوزد؟ چرا به راحتی دختر ما نماز را ترک می کند؟ چرا به راحتی خواهر ما حجاب را ترک می کند؟ من گفتم حجاب مال امارت نیست، مال امارت اسلامی نیست، حجاب مال خداست. الله فرمود حجاب بکن ای خواهر، الله دستور میدهد حجاب بکن. حجاب مال الله است، نه مال امارت، که امارت ما را